بر همراهان عزیز، رازیانی هم پیج املاک پایتخت شهر بزرگ کرمانشاه. دوستان عزیز، جایی که ما قرار گرفتیم روستای حجت آباد نزدیک خز زنده وسط چجور بگم روستا هستیم. تمام موقعیتی که ما اینجا قرار گرفتیم ویلا هستش اطرافمان، شهرک ویلایی داره. عرض کنم موقعیتش خیلی خوبه. 230 متر سازه داریم، نما رومی، طبقه بالام ستوناش رفته که برای به قول معروف یه طبقه دیگه بزنی. اینجام که ما قرار گرفتیم زیرزمینه، هلوش 80 متر زیرزمین هم داره. اینم حیات خلوتشه. داخل ساختمان هم میگیریم. اینم داخل ساختمان آشپزخانه رو گرفتیم. ساختمان اینم داخل ساختمان ملک سبر هستش. اینم بره داخل کوچه. اینم یکی از خوابای 15 متری، خوابش 20 متریه. بله 20 متر. اینجا هم یه خواب 12 متری. اینجا هم ورودی داخل کوچه است. طبقه بالا هم میریم که بالای پشتوان رو بگیریم. بالای پشتوان هم آمدیم. ملک سبره، موقعیتش هم خیلی عالیه. اینجا ویلایی هستن که اطراف این ملک هست. این ملک هم گفتم برادان سبر هستش. 230 متر با موقعیت عالی قرار گرفته. نمای ساختمان اینجا هم کوچه بغل دستشه. خب دوستان عزیز، ساختمان رو میگیریم. با موقعیت عالی قرار گرفته. روستای خز زنده، حالا ما بگیم روستای خیلی قشنگ حجت آباد، روستای حجت آباد. بله این ساختمان ویلایی. این طرفش هم یه سازه دیگه اسکلت کردن. دوستان عزیز قیمتش خیلی خوبه. کسی که بخواد یه ویلا باغ خوشگل داشته باشه داخل روستای حجت آباد، با آقای رستمی تماس بگیرید. دوستان عزیز با خودم هم تماس بگیرید، در خدمتم. کسایی که خارج کشورن میخوان سرمایه گذاری کنن داخل ایران، داخل کرمانشاه، ما در خدمت دوستان هستیم. عصر خیلی بدرود به تمام همشهری و همزبانا، تمام ایرانیای عزیز. ساختمانی که ما برای فروش گذاشتیم اینجاست. عصر بخیر.